فقط یه سلام بده، بعدش صدات دیگه دست خودت نیست. یه نفر زنگ میزنه و ناشناسه. تو فقط میگی الو سلام یا هلو هلو. صدای تو رو ضبط میکنه و میندازه تو AI و بعد صدای تو رو شبیه سازی میکنه. صداش میشه صدای تو و بعد باهاش میره سراغ خانواده‌ات، بانک ها و کلن اپراتورهایی که با احراز هویت صوتی هم کارا انجام میشه، مثل اکانت بیمه یا اکانت بانکت. این اتفاق واقعا داره میفته. AI فقط با 10 ثانیه صدا میتونه اون رو بازسازی کنه و خیلی ها فریب خوردن چون صدا دقیقاً صدای عزیزشون بوده یا صدای صاحب اون اکانت. چیکار باید کرد؟ یه تماس ناشناس رو جواب نده. بذار اول طرفی که بهت زنگ زده صحبت کنه. اسم، موقعیت یا هر چیزی که نشون میده کی هستی رو نده. حتما هم تایید 2 مرحله‌ای رو فعال کن. این یه تهدید جدیه که با کمی احتیاط میتونی جلوشو بگیری. صدای تو دنیای امروزی دیگه فقط صدا نیست. حریم شخصیت رو باید خودت حفظ کنی. این پستم بفرست برای کسی که فکر میکنی به این اطلاعات احتیاج داره.